که دروازه‌بان ترکمنستان مانع از این میشه که ما به گل برسیم. یه توپ رو با یه عالی طارمی خودش یه تنه میتونست به قلب دفاعی بزنه، برگشته توپ و سامان قدو. بازم توپگیری بچه‌ها خطا نیست. سعید عزت اللهی ضربه رو برمیگرده مجددا اردانی، حرکت رو به جلو، یه گل تماشایی دیگه. کنانی زادگان عادت کرده به گلزنی این روزها و محترمانه اینو در ورزش. یه پاس تو در عالی میره اونجا، سردار آزمون گل دومو بزنه و عادت سردار آزمون تو این حرکتای تو ما رو به گل دوم میرسونه. یکی از کمک‌های تیم ملی. چه پاسی، به به اسمریزاد به این پاس و دیگه سردار آزمون مگه میتونه این توپ رو گله. طارمی میزنه، عالی هم میزنه، مماز با تیر دروازه. هم‌تیمی از او تشکر میکنن، میتونست زننده گل سوم ما باشه در 35مین دقیقه بازی. آزمون میاد تو محوطه جریمه ترکمنستان. بیایم جلو و پا بکنه کمتر مورد استفاده قرار میگیره. خطرناک، چطوری گل نزد ولی زد. توپ اولو باید گل میکرد کنانی زادگان. حالا فیلم کدوم مهاجم رو داریم میبینه، این بازی رو دارم تماشا میکنم. ببینیم اینجا جایگیریش خوب بود. سمت راست بازی کنی که خیلی خوب فضا داره، اما برای محبی و گل چهارم رو میزنه محبی. پاس هوشمندانه مهدی طارمی که همه شاید فکر میکردن سمت راست توپو بده، اما سمت چپ رو انتخاب میکنه برای خلق موقعیت و گل چهارم. و باز هم حاضرین در ورزشگاه آزادی که یک گل دیگر رو نظاره‌گر هستن.